The Iranians conducted an 18-year war against Israel in southern Lebanon and beat the Israelis. But the Iranians know it's military. You know, once they had driven the Israelis out of Lebanon, that was the end of suicide bombings. You don't see another one. I mean, the discipline is incredible. So I see Iran as a much more conventional, disciplined, organized society, and one of the most organized in the Middle East. جاش میکنی بسینا مگیر از طرف گنگستا کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو از کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو بنگ 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 اومدم مردای گنگ تو که خط بزن اسامی افراد نه از هیپ هاپ که رسیدم از یه رپ میری ثانیه به ثانیه هم زمان من هر ان امروز باشه بگه صاحب سبک بعیده از سلولای جنس فاسد مغز بخوری هیپ هاپ کنی اسکوتی ریپلات شدی نگاه سکوی جلوم یکیش دو بره تیسپار دعوتت میکنم به این دوئل هیپ هاپ یه مشلاش خور کشیدن سکو بگن با یه جواب پس بدن جلو مردای گنگ اصلا نشون نمیدن روی خوشی بهتون چون که بی اجازه شدی وارد محیطشون با پای خودت شدی وارد این کار پس میکشمت با یه کد کالی به 6 سال مواظب باش نباشی تو باقی فیلم ها پس خودتو آماده کن واسه بازی هیپ هاپ پس کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو پس کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو میاد جمعیتی از صورم گنگستا رو گردو به دست با اینو همیشه حتی مغزا رو مجاله که وقتشه بعد 5 سال دوران گنگا بیفته سری ببینن تو با شماره که حیفاز شاخی به داستان داشتی کسی بازمانده داریم یکی اما اونم تموم میشه داشت گاشت فاقش چلی افتادی جلوی بام میتابیه دور بام به التماس نکن نگو معرفت کو از خمیدگی وسط خط ابرو میفهمی تیر کلته که به وسط پیشونی تو خیره شده حالا حق دشه یه گوله من خالی کنم تو موقع یه کاری کنم اونو مثل درجا بریزه نزا گنگستا ببین چه به پر و پد بسن چون که این سخته یکم خمناکه دیگه حالا میخوای برداری تو هم دوباره تیری پس خدا پس فیلم از کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو از کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو حیفه هیپ هاپ شده عین سیفه یه موشش خرید را باید دیر بگیر باش بابا گل بگیر داری تشخیص زنبایی هفتیره گرداشی شهر میشه بسته چاره میکنم جایی نزدیک شهر با زنجیر بستم من دور قلبم تا که ره نداشته باشم کل هفته نگاه روی بدنم از جاهای زخمی که میفهمی کسی همیشه آماده جنگ خیلی بکار شهره جلو پشتم همه گندلاتای شهره پس شما زیاد کار تو خوشبین نشین چون که گنده تری کردش بوخی پری اینا جوک نیست از جلوی چشام بری گمشید سری تا که نستون رو علی زمین پاک نکردم یه باش بچه چولو هری سری شاخ نشم چون توی کار دارم من شیبه خواستم و همیشه یه فکر توی کش و میز کارم و یه بیستون اینجا توی جیب راستم و پس بهتره قبول کنی این خواستم و کسی که مغزه توی این کار برات خیلی کمه فکر این پاپ نبود از کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو از کجا رفتن مردای گنگستا چرا نشستی چند ساله بعد با ببرید بابا حالا دستا رو بالا بگیرید همه اندم با تو شفتنی تو جنگ ایران نفیدست بروی همیشه
میکردیم